سلام. شورای امنیت ملی گفته است که روزانه 24 غیر نظامی در حمله گروه طالبان کشته و یا زخمی شده اند. طبق آمار اعلام شده این شورا از هفته کاهش خشونت بین سو روزانه به صورت میانگین 44 حمله را در کشور راه اندازی کرده است. مقام های محلی در ولایت پروان میگوید که در پی جاری شدن سیل در ولسوالی شینوار این ولایت 4 کودک از جمله 2 دختر و 2 پسر کشته شده اند و 1 کودک دیگر زخمی شده است. خوشحال سادات پایین مقام تصدی محافظت عامه را بلوی سالنوالی معرفی کرد. بر اساس اعلامیه وزارت داخله دلیل معرفی آنان بلوی سالنوالی حیف و میل مواد لوجستیک و چندین قضیه دیگر خوانده شده است. وزارت صحت عامه میگوید 380 کارمند شفاخانه افغان ژاپن از مجموعه 490 کارمندی که در جریان 3 ماه سال جاری معاش نگرفتند تا شنبه آینده معاشاتشان حواله خواهد شد. و وزارت داخله میگوید در نتیجه حملات گروه طالبان در ولایت‌های زابل، لوگر و غور به شمول 1 فرد کلیدی این گروه 22 تروریست طالب کشته و 15 تروریست دیگر زخمی شدند.